بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. ثم اما بعد، چنانه که خداوند عزوجل در قرآن کریم برای ما و شما فضیلت این ماه مبارک را بیان نموده می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است، هدایتگر برای مردم. آیا میدانید این قرآنی که امروز با و شما تلاوت میکنیم، این قرآنی که در این ماه مبارک نازل شده است، چگونه بر حبیب ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم نازل میشد؟ ببینید، اولین آیه‌ای که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده بود از سوره علق: اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخوان. جبرائیل علیه السلام اولین مراتبه وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را، وحی الهی را نازل کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین مراتبه جبرائیل علیه السلام را به صورت حقیقی خود دیده به دهشت افتادند. تصور کنید، مرد در غار نشسته است، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی جبرائیل را دیدم، وقتی به آسمان نگاه میکردم، تمام آسمان را گرفته بود. یک طرف این دنیا را، عالم را پره گرفته بود. وقتی به طرف راست نگاه میکردن جبرائیل را میدیدند، وقتی به طرف چپ میدیدند جبرائیل را میدیدند. یک طرف دنیا را گرفته بود. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را به آغوش گرفته، بسیار محکم پیامبر را با آغوش گرفتند، سخت با آغوش گرفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که قریب بود که جانم از بدنم خارج شود. این گونه برای پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی نازل میشد. و چنانه که عایشه رضی الله عنها میگویند وقتی بر رسول الله وحی نازل میشد، روز زمستان بود، روز خنکترین زمستان بود، اما از جبین رسول، از جبین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی نازل شدن وحی عرق نازل میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم تصفان میشدند. رخساره مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم سرخ میشد. هر یک آیت هایی که امروز در نمازها ما و شما تلاوت میکنیم، هر یک حرفی که امروز ما و شما در قرآن نوشته شده است قرائت میکنیم در این ماه مبارک، این آیه ها با چنین حالت با پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. و یکی از صحابگان از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند که یا رسول الله، چگونه به شما وحی نازل می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسلسله الجرس و هو اشده علیه. پیامبر میگویند مانند صدای زنگوله نازل می شود و همین از همه شدیدترین و سختترینش برایم است. آوازی که زنگوله، تصور کنید در پیش گوشتان زنگوله زند. زید بن ثابت رضی الله عنه روایت میکنند، میگویند که روز همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. ران پیامبر صلی الله علیه و سلم، پای پیامبر صلی الله علیه و سلم بالی پایهای من بود و این لحظه بود که وحی به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. چنان با شدت وحی نازل شد که قریب بود پایم را از دست میدادم. تصور کنید زید قریب پایش را از دست میداده باشد، حال حبیب ما و شما چگونه بود در این حالت؟ و چنانه که عایشه رضی الله عنها باز در یک حدیث دیگر روایت میکنند، میگویند
روز پیامبر صلی الله علیه و سلم کان علی راحلته، بالای اشتر، بالای سوارشان بودند که این لحظه بر پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن نازل شد، وحی نازل شد. دوام حدیث را ببینید. عایشه میگویند از شدت نازل شدن وحی اشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم به زمین نشست و گردنهایش را به زمین زیر میکرد. اگر حال شتر چنین باشد، حال رسول چگونه بود؟ این آیه ها همچون نازل نشده است برای ما و شما. البته دیگر مشقت ها، آن مشقت هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و آن دشواری ها و آن عذاب و شکنجه هایی که در راه دعوت و در راه رسانیدن این دین مبین اسلام برای ما و شما، برای امتان، برای بشریت البته زیاد بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان یاران کرامشان بسیار شکنجه ها دیدند در این راه دعوت. این تنها طرز نازل شوی وحی بود. چطور قرآن برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میشد و چگونه این قرآن کریم برای ما و شما رسیده آمده است. باید ما این قرآن را قدر کنیم. این ماه نزول قرآن است. حتما ما فضیلت قرآن را باید ذکر کنیم. تصور کنید اگر چنین نازل شده باشد به پیامبر صلی الله علیه و سلم، آیا سزاوار آن نیست که ما به این قرآن چنگال زده بقپیم و تلاوتش کنیم، حفظش کنیم و به گفته های آن، فرمان های آن عمل کنیم و حیات خود را زیر تعلیمات قرآن به سر ببریم؟ نشود که روز قیامت پیامبر صلی الله علیه و سلم از ما امتان شکایت کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که در آیت آمده است یک شکایتی دارند روز قیامت. و خداوند و پروردگارشان تنها یک شکایت میکنند، همون هم در قرآن ذکر شده است. چی باشد آن شکایت؟ ببینید میگویند این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یگانه شکایت این است که پروردگارا عده از امتانم کتاب تو را، قرآن کریم را هجر کردند، ترک کردند، آن را از خود دور کردند. نشود که ما و شما هم روز قیامت از جمله آن نفران باشیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنها شکایت کنند. برعکس کوشش کنیم که به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، شفاعت حبیبمون محمد صلی الله علیه و سلم سزاوار شده باشیم و برای این قرآن کریم دستور انسانیت چنگ زنیم تا در این دنیا و در آخرت سربلند و سعادتمند و موفق گردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.